سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. قبل از اینکه ویدیوی امروز رو شروع کنیم میخوام یه نکته خیلی مهم بهتون بگم و یه خواهش ازتون بکنم. من دارم سعی میکنم که دوبله های رسمی مستر بیست رو بگیرم، یعنی با خودش همکاری کنم توی دوبله های فارسی و واسه جلب توجه مستر بیست به کمکتون نیاز دارم. من یه متن انگلیسی توی دیسکریپشن زیر این ویدیو و همچنین تو کانال تلگرام میذارم، کانال تلگرامم اینجا میاد، که توش نوشته مستر بیست عزیز، ما مخاطبان فارسی زبان دوست داریم که دوبله های ویدیوهای تو رو با دوبله پوریا وست ببینیم، لطفاً باش همکاری کن. من پیام همکاری رو براش ارسال کردم و فقط به کمک شما نیاز دارم تا بتونیم توجهش رو جلب کنیم. پس لطفاً برید این متنی که این زیر گذاشتم رو کپی کنید و برید برای ویدیوهای مستر بیست کامنت بذارید، هم ویدیوی آخرش هم ویدیوهای قبلیش، هر چقدر که میتونید و معرفتتونه. زیر همین ویدیو من همون متن انگلیسی رو گذاشتم، هم لینک کانال مستر بیست رو گذاشتم. همین الان لطفاً یا بعد از دیدن این ویدیو برید و این متن رو کپی کنید و واسه مستر بیست کامنت بذارید هر چقدر که میتونید. این موضوع واسه من خیلی مهمه و شما میتونید کمک کنید که این اتفاق خیلی خفن بیفته و دوبله های ما به صورت رسمی از کانال خود مستر بیست هم منتشر بشه. دمتون گرم. خیلی خب، بریم سراغ ویدیوی امروز. نبرد 5 تا آقا و 5 تا خانم در بقا در طبیعت وحشی سر $500,000. لیتس گو. من قراره 5 تا آقا و 5 تا خانم رو وسط طبیعت وحشی ول کنم. گروهی که بتونه بیشتر دووم بیاره این $500,000 رو میبره. بهتون 3 روز وقت میدم. پول همش مال شما ماست. قراره این طرف جنگل بمونید و شما هم این طرف و به هیچ عنوان نباید از این پل بگذرید وگرنه رد صلاحیت میشید. خب برید واسه شب اول خودتون آماده کنید. امیدوارم ببازیم بدبختا. آقایون یا خانوما، ببینیم کدومشون میبرن. امکان نداره دخترا شکستمون بدن. زور مردا رو که ندارن. به نظرتون پسرا در چه حالن؟ افتضاح، احتمالاً طاقتشون تاق شده. ما پوست کنفتیم، بیدی نیستیم که با این بادا بدرزیم. شاید یکم گشتمون بشه. ای بچه توت فرنگی. هر چیزی که این اطرافه احتمالاً تو لیست غذاها. از الان دارم یه پناهگاه تو ذهنم میسازم. اینها چه پناهگاهی. خونه جدیدمون خوش خانوما چند کیلومتر اونورتر یه محل خوب واسه کمپشون پیدا کردن. اینجا آب خیلی بد پیدا میشه. امیدوارم رد آب سالمو بزنیم و بتونیم یه منبع آب تازه پیدا کنیم. آها پیدا شد. شاید الان همه چیز گل و بلبل باشه، ولی ورق به زودی برمیگرده و این چالش تبدیل میشه به بیرحمانه ترین ویدیویی که تا حالا ساختیم. اگه انصراف بدم پشیمون میشه. اصلا دهنمون داره صاف میشه. داشت انگار یک چیزی تکون خورد. فکر نکنم اینجا تنها باشی. خیلی خوب، ببینیم اینجا چی داریم. میوه، گرانولا، سوسیس. جانم اصلا خالی. من به هر کدومشون یه بطری آب و یه ابزار ضروری واسه بقا دادم. این غذای زیادی نیست. باید ببینیم تا کجا باش دووم میاریم. خب بچه، همه صدامو داری؟ صداتو بلند و واضح دار. شفاف میخوام مطمئن شم همتون میدونید که این چالش قراره چجوری پیش بره. واسه جالب‌تر کردن قضیه، اگه یه نفر از گروهتون بره، همچنان سهمش از جایزه رو میگیره. تنها چیزی که مهمه اینه که کدوم تیم تا آخرین لحظه دووم بیاره. انتظار اینو نداشتیم. نکتهش همینه. دیگه انتخاب خودتونه که بمونید تا به هم تیمیاتون کمک کنید یا برید تا غذای بیشتری براشون بمونه. در ضمن در تمام طول این چالش هیچ گروهی نمیدونه که تو تیم حریف چند نفر موندن و چند نفر بازی رو ترک کردن. باید حواستون به این موضوع هم باشه. بریم شروع کنیم. خدا وکیلی این غذا واسه 5 نفر نیست، واسه 2 نفره. واقعا فقط میتونیم 1-2 نفر رو غذا بدیم. همین. نگران نباشید، یه فکری میکنم. هر کس بخواد بره راه باز جاده داره. هر کی بخواد بره غلط کرده بخواد بره. چی میگی؟ بی خیال ولی دور بابا. از شوخی، بعد از هفته اول باید یه برنامه‌ریزی درست حسابی بکنیم. وسوسش برمی. به افتخار دختران. در ادامه هر دو گروه شروع به ساختن پناهگاهشون کردن تا اگه طوفان اومد آمادگیشو داشته باشن. پسرا پناهگاهشون رو با اولین شاخه‌ای که دم دستشون اومد این از ساختن. اقامتگاه اولیه. دخترا که این کارا نیستن بابا. این کار زور بازو اتفاقا دخترها خیلی بهتر از پسرا کارشون رو انجام بدیم میدن. بالا دخترا. دارم سعی میکنم آتیش درست کنم. چه آتیشی شد. دمت گرم. حالا این شد یه چیز. شب اول یکم سخت بود، راستیتش اصلا نتونستم بخوابم. صبح بخیر دخترا. هنوز برای چادر و دیواره لازم داریم. بریم خونمونو بسازیم. گمونم دخترا بهتر از پسرا کار میکنن. داریم تو جنگل همینطوری پی آب میگردیم. واسه به دست آوردن آب آشامیدنی پسرا باید چند کیلومتر تا نزدیکترین مرداب موندنم برن. دخترا میتونن همچین چیزی رو تجربه کنن. راستش بخوای هیچ چی تو اینا پیدا نمیشه. من نمیخوام آب مرداب بخورم. خب بعد از 2 کیلومتر راه رفتن تازه روز و بالاخره دومه. بعد از چند ساعت جستجو پسرای منبع آب خوب پیدا کردن. بالاخره تو روز سوم دخترای استراتژی عجیب زدن. اونا تصمیم گرفتن یه نفر رو حذف کنن تا غذای بیشتری واسه بقیه بمونه. اگه به عنوان یه تیم میخوایم برنده بشیم، باید قبول کنیم این شرایط برای 5 نفر قابل تحمل نیست. ما باید حداقل تا روز آخر 2 نفر رو داشته باشیم. کل گروه سر اینکه اون 2 نفر کی باشن با هم توافق داشتن. فیدرا و جولیا مامانای دووم بیارمونن.
پس ما یه جورایی پشتشونیم تا اگه کمک خواستن یا کاری چیزی بود بکنیم. از اون طرف پسرها کلا توی یه دنیای دیگه سیر میکردن. به طور عجیبی دخترها تا اینجا استراتژیک‌تر و با فکرتر از پسرها جلو رفتن، چه تو ساخت پناهگاه چه تو برنامه‌ریزی واسه ادامه چالش. انتظار داشتم واقعیتش پسرها تو این قضیه بهتر باشن، ولی خب فعلا که آفرین به دخترها. از اون طرف پسرها کلا توی یه دنیای دیگه سیر میکردن. قطعا که جیره‌بندی نمی‌کنیم. هیچ برنامه‌ای تو کله هیچ کدوممون نیست. 5 نفر واسه خوردن این ذخیره غذایی زیاده. نمیتونیم تا آخرش با 5 نفر باقی بمونیم. روز 4 منو جاش داشتیم میگفتیم که ما چیز میذاره فراهم میکنیم، در حالی که بقیه به بند کفششون هم نیست. کل بار رو دوش من و تیجی بود. فقط داشتیم برای تیم میساختیم و اون سه تا هنوز کنار آتیش میشینن و هیچ کاری نمیکنن. لقمه حاضر آماده میخوان. جاش تو نمیخوای بگی غذا حاضره؟ چرا؟ مردی من گشنگی. تو میدونستی غذا حاضره؟ نه خدایی. دیدی من تنها نیستم. هنوز یه هفته هم از شروع چالش نگذشته که پسرها روی یکی از اعضای تیمشون بدفاز میشن. مستقیم به جاش میگم، انگار کل روز هیچ کاری نمیکنی. همه انرژی ها رو ما داریم مصرف میکنیم. این حرکت فول داداش. آخه طرف فقط اینطوری کالری سوزونده، پشتک زده، خود نمایی کرده، مسخره بازی در آورده. راستشو بخوای اصلا داشتم به این فکر میکردم که دلم میخواد این چالش رو تموم کنم یا نه. فشاری که وجود داشت باعث شد چند تا از پسرها به فکر رفتن بیفتن. دخترها هم همینطور، ولی اونا جزوی از استراتژی شد. شاید این ذخیره غذایی باید تغییر کنه. تغییر نمی‌کنیم. ما هنوز به جیره‌بندی نرسیدیم. وقتشه به عنوان یه تیم شروع کنیم و بعضیا رو برای برنده شدن بفرستیم خونه. نباید بیشتر از 2 نفر به جیره دست بزنن. خب به عنوان یه تیم تصمیم گرفتیم که من برم خونه. من حالا هستم و آماده رفتنم. خیلی خوب، ما تو رو یواشکی میفرستیم خونه، یه جوری که پسرا نفهمن. بیاین با این ماشین هیولای ترسناک انجامش بدیم. داریم میریم سمت پایگاه دخترها تا اولین نفر رو حذف کنیم. به عنوان یه استراتژی تیمی کنار میکشم. منطقیه، واسه بقیه غذای بیشتری میمونه. خب وقتشه بری خونه. میخوام برنده بشی باشه. دمت گرم. اگه خانوما ببرن خیلی خوش به حالت میشه. نفر اول رفتی بیرونه، بازم 100,000 تا میبری. خیلیا میگفتم ببین محمودم سری یه جورایی هانا واقعا هم خوش شانس بود، چون 2 روز آینده بارون شدیدی تو جنگل اومد و هر دو تیم مجبور شدن توی چادراشون بمونن و فقط از آذوقه محدودشون بخورن. قطعاً به زودی غذا کم میاریم. بنابراین تو روز 10 تصمیم گرفتم یکم اذیتشون کنم. اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشید میدونید که الان وقت چالشه. واسه جالب‌تر کردن قضیه هر 10 روز پسرا و دخترا باید یه نماینده انتخاب کنن تا با هم روبرو بشن. بریم سراغ دخترا، یه خورده آتیششون رو تند کن. سلام، چطوری؟ امروز روز 10 میدونی یعنی چی؟ میخوای بهمون خبر خوب بدی؟ بستگی داره. یه نماینده از شما با یکی از پسرا روبرو میشه برای یه جایزه. یه نفر رو انتخاب کنید، یه ساعت دیگه میبینمت. حالا وقت پیچش داستانیه. انتخاب ما بریم فیضا. ببینیم پسرا چی کار میکنن. به کمپ آقایون خوش اومدید. چونم به این سیس نظامیتون. شما باید یه نماینده انتخاب کنید که یه ساعت دیگه بیاد لب اون. به اتفاق آرا پاتریک کشنده. آقا مردی من گردن کلفتید. راستشو بخواین یکم ترسیدم. تشریف بیارید. چه حماسی میان تو. تبریک بابت 10 روز بقا. چطوری بازنده؟ اون که خودتی. یادتون باشه که اونا نمیدونن تو تیم مقابل چند نفر باقی موندن. فکر میکنی از خانم‌ها چند نفرشون موندن؟ فکر کنم 3 نفر. فکر میکنی چند تا آقا موندن؟ منم میگم 3 نفر. جالبش اینجاست که حدس جفتشون اشتباه بود و هیچ کدومم تا وقتی این ویدیو آپلود بشه حقیقت رو نمیفهمن. چالش اول ساده است. باید نوبتی به اون هدف شلیک کنید و زیر اون هدف یه گونی پر از مواد غذایی. اگه هدفو بزنی کیسه غذا میافته، ولی اگه نزنی بیارش اینور، ایشون میتونه شانسشو امتحان کنه. من خیلی نشونه گیریم قویه. قطعا دارم به این تصمیم شک میکنم که چرا جای پاتریک من نرفتم. فیدرا میزنه میترکونتش. قطعاً. شیری خط میکنیم ببینیم کی اول بره. نه نیفتی تو. آقایون خیلی خوب، برو تو کارش. با یه تیر میزنم، همون یه بار حالا کافیه. تیراندازی کردی؟ نه بابا نکردم. ای وای من. پسر انگار مسابقات جهانی. اولین تجربه یه تیراندازیته. انگار اولین تجربه تیراندازیته. ریخت تو برم هر. هدفو ببرید اونور پل. ببینیم خانم‌ها چی کار میکنن. قضیه ناموسی شد. اوه دیگه تمومه. فدرا گروهت به این آسوقه بدجوری نیاز داره. میتونی جایزه رو براشون ببری یا نه؟ نه خدایی خوش وای خدا باورم نمیشه. خیلی خوب، میتونی برش داری. به سلامتی خودمون. به سلامتی. پسرا رو نشون بده. شرمنده دخترها وضعشون حتی بهترم شد، چون تعدادشون کمتره و حالا غذای بیشتری هم دارن. پسرا رو نشون بده. شرمنده باید زیاد و سری بخوریم. خب اینجوری تموم میشه که
خب معلم نذاشت. بعد از بارون باید از جیره هامون استفاده می‌کردیم. اینجا رو ببینین، اینا عمدتاً فاسد شدنیه. پس درسته که یکم کمک میکنه، اما تو طولانی مدت این کارو نمیکنه و این بحثو داشتیم که من برم. یعنی میخوای همین الان بری؟ بله. خب من که اینجا میتونیم با هم برگردیم پایین. باشه پس منم باهات بعد میام. از زدن مستر بیست شکل و بغلای خدافظی خداحافظ بچه‌ها. خداحافظ دیوار. گروه خانوما 3 نفره شد، اما گروه آقایون همچنان هر 5 نفره شد داره. مطمئنم میتونیم این چالش رو به خاطرش ببریم. با یه عالم غذای بیشتر و افراد کمتر روحیه تیم دخترها حسابی بالا بود. خیلی حس خوبی دارم، خیلی خوشبینم. واقعا به خودمون سختی میدادیم، پس داشتن این وعده خیلی برامون ارزشمنده. به سلامتی. خوشمزه. اما تو گروه پسرا TJ نتونست با باختنشون کنار بیاد. خیلی دارم خودم رو برای مسابقه تیر و کمون سرزنش میکنم. به نظر همه من باید میرفتم. اجماع پاتریک کشنده. وقتی فرصتشو داشتم باید خودی نشون میدادم. وقتی روی اون صندلی نشسته بودم و تیر و کمون رو دیدم، فقط فکر کردم که باید من میرفتم. چالش بعدی و من میرم. دخترها تو چند روز آینده از خوراکیاشون لذت میبردن، سلامتی. اما پسرها مجبور بودن خوراکی مورد نیازشون رو جور کنن. بزن بریم جیگر. نه ای حالا که آذوقه پسرها به شدت کم شده، اونا کم کم دارن امیدشون رو از دست میدن. داداش کم خیلی سالاری، خوشحالم اینجایی. ببین میدونم کند و تنبل به نظر میام، اما فقط ذهنیت مهم که اونم ندارم. فشار این چالش داشت کامرونا از پا در می آورد. سمی سعی کرد بهش روحیه بده، ولی تو روز 13 اون تصمیمش رو گرفت. کمبود خواب و گرسنگی دیگه همونمو بریده. من که دیگه نمیکشم. درکت میکنم داداش. خیلی حال مخلصتم. خداحافظ. خدافظ کم. از دست دادن کم خیلی ضدانه بدی بود. امروز خیلی روز گندی. اما پسرها تنها تیمی نبودن که یه نفر رو از دست دادن. امروز روز ایتالیا است. دلمون خیلی براش تنگ میشه. رفتن دخترها رو استراتژی و واسه بردن 500,000 تا بود، اما رفتن پسرها از روی سختی چالش بود. دیگه جون ندارم. بابت این ممنونم، فقط این لامصب سخته. بچه ها من دارم نابود به میشم. نظرت به چالش بعدی میرسیم؟ نه بعدی قطعا پارم میکنه. خیلی خوب داداش، یه بغله اون گنده. با آخرین ذرات انرژیش کمک کرد تا پناهگاهشون رو قوی تر کنن و فردا صبح پسرها با من تماس گرفتن. چطورید بچه‌ها؟ یه پیام گذاشته بودید. من باید توضیحش بدم جیمی. نمیخوام مرد گنده بازی در بیارم و بگم این سخت نیست. خیلی خوب بچه‌ها، بیایید تا ماشین بدرقش کنیم. سمی موقع رفتن یه هدیه کوچیکم به رفقاش داد. این تیشرتو میخواد؟ آره خوبه. هرچی لباس تنش بود و داد به اونا. اون یکی هم بده بیاد. داداش تا تومونش هم ازش گرفتی، حالا میذاری بره؟ اون یکی هم در اون حالا سوار ماشینه که یعنی رسما از بازی حذف شد. کارل ببرش خونه. الان 3 نفرید، قراره بازم کمتر بشید، یعنی 2 روز دیگه فقط یه نفر اینجاست. اینطوریه نیست. فقط 2 هفته است که چالش شروع شده و نصف شرکت کننده ها رفتن. شرایط قراره از اینم بدتر بشه. به ماشینی که اونو سوار کرد و برد در جا حسادت کردم. نمیدونم بتونم تا آخرش بمونم یا نه. جاش همین الانشم به فکر رفتنه و اوضاع با اومدن یه طوفان بدتر شد. اوه اینجا داره بارون میاد. برعکس دخترها که پناهگاهشون رو به خوبی ساختن، پناهگاه پسرها نمیتونه جلوی این همه بارون رو بگیره. اصلا دوست ندارم اینطوری تموم بشه. اون بارش سیلاسا تو 2 روز آینده هم ادامه داشت. بارونیم کامل خیس شده بود، شکمم هم کامل خیس بود، چکمه هام و شلوارم هم کامل خیس بودن. اینطوری بودم که آماده انصرافم. بارون بالاخره بند اومد و مامان فیدرا داره برامون صبونه درست میکنه. تاس کباب دارم که خیلی خوشمزه است. شرط میبندم پسرا غذای خوبی نمیخورن. پسرها دهنشون سرویس شد زیر بارون. بعد دخترها اینجوریان که به به بارونم که تموم شد، چه هوای زیبایی. بعد پسرها سرد و یخزده یه گوشه افتادن مثلا. باب دارم که خیلی خوشمزه است. شرط میبندم پسرا غذای خوبی نمیخورن. قطعاً. خبر بد، به بدترین دشمنم برخوردم، یعنی پیچک سمی. همه جا پخش شده و خیلی دردناکه. برام سوال شده که وقت رفتن منم رسیده یا نه. وضعیتمون از پسرا بهتره. پس چی؟ ما دختریم، آدمای زیادی نمیتونن این وضعیت رو تحمل کنن. هی بچه‌ها، باید حرف بزنیم. کارایی که میخواستم بکنم و قطعا کردم و یه جاهای دیگه باید انصراف داد. عوضی درونم میگه اگه انصراف بدی غذای بیشتری گیرمون میاد. سلام، من جاش هستم تو کمپ آقایون. گمونم امروز آماده رفتن. و اینجوری شد که جاش هم راهی خونه شد.
جاش بپر بالا. بیا بریم کار، بیا بزنیم به یه جاده. چیزی بگم، با رفتن اون من 100% مطمئنم که قوی تر شد. غذای کافی داریم تا جایی ممکن نگهمون داره. تازه همه چالش‌ها ما این می‌بینیم. حرفی که زدی ادعای بزرگیه. بریم ببینیم میتونید پاش بمونید یا نه. چندلر امروز چه روزیه؟ فکر کنم جمعه است. امروز روز 20مه که یعنی نوبت دومین چالشمونه. توجه یه کاپیتان انتخاب کنید و بفرستیدش رو پل. واسط کاری نداره. خیلی خوب، یه کم دیگه میبینمت باشه. میخوام بهشون نشون بدم که 100% قرار نیست چون برنده سری بشن. قبل هیچ کدومتون نماینده نبودید، بذارید براتون روشن کنم. اگه از این خط بگذرید باختی، که مطمئنا تو شانس تیمتون تو بردن 500,000 تا تاثیر میذاره. چندلر یه چیز بریم وسط رو مشخص کنه، بعد میذاریم سر جاش. باریکلا. داره حالش. سلام. از دیدنت خوشم. منم همینطور. من و تیمم بهت پیشنهاد میدیم که هر کس تو کمپتون موده اگه الان انصراف بده $50,000 بهش بدیم. به نظرم ترسیدی که نتونی $500,000 رو چه ببری. سناریویی چیدن. وقتی همه چی تموم شد تو روز 33 میبینیم که فقط 33 روز دووم میاری؟ من فکر میکنم که شما 33 روز دووم میارید. شما تا جای ممکن خوشرویی، در این حال دارید کلکلام میکنید. خب بریم سر اصل مطلب. از اونجایی که میدونم طوفان به پناهگاهتون آسیب زده، توی این چالش سر 2 تا چادر گنده و خفن رقابت میکنید. حسابی هم ضد آبه. طوفان تو راهه، پس این نجاتمون میده. ببینم از همچین چیزی خوشت من میاد؟ که راضیم، اما اگه بچه‌ها اینقدر حس راحتی بکنن ممکنه نخوام برن. یا شاید هم دلشون بخواد بیشتر شک دارم. وای این خیلی خوبه. وقت تصمیم گیریه. این چالش با سری قبلی فرق میکنه و هر دوتون میتونید واسه تیمتون چادرها رو ببرید. این چادر مال منه. خیلی خوبه، دقیقاً جاش اینجاست. فقط کافیه که خودتون رو حذف کنید. اگه جولیا این کارو بکنه دیگه شبا با هم نیستیم و تنهایی سخت میشه. چون خانما بودن که چالش قبلی رو بردن، شما اول تصمیم میگیرید. این کارو نکن حاضری جولیا. خودتو حذف کنی تا این چادر خفن گیر گروهت بیاد؟ من چادر رو برمیدارم. ای وای خیلی خوب. خب به نظر میرسه که الان من رسما تنها. خدایی باورم نمیشه قبولش کردم. خب حالا نوبت توه. کدومش مهمتره، حضور تو یا اون چادر؟ خیلی خوب. تیمم ممنون که اومدی. ممنونم. چه وضعیتی. وایس آخه فکر چرا؟ کنم خیلی برای استراتژی کلی و برنده شدن مهم باشه، اما فکر کردم فرصتش پیش میاد که برای خداحافظی همدیگر رو بغل کنیم. اصلا پسرا شوتن، اصلا تصمیمای خوبی نگرفتن و اصلا بعید نیست که دخترها برنده بشن. فرصتش پیش میاد که برای خداحافظی همدیگر رو بغل کنیم. خب این 100% ضد آب نیست. واقعا میشد مسابقه همینجا تموم بشه. کل حالم تغییر کرد. فدرا اومد کنار پل تا چادرشو برداره. تیجی هم یواشکی قایم شد تا سر و گوش یاب بده. چی؟ این امکان و نداره. اینجوری یه موضوع خیلی مهم رو فهمید. عجیبه که فقط یه نفر رو فرستادم تا چادر رو بیاره. حالا که میدونم فقط یه زن مونده، بیشتر از ما دوتا نمیتونه دوام بیاره. باید به پت بگم. پاتریک بیداری؟ جاسوسیشونو کردم. فقط یه نفر مونده، اونی که تو چالش اول مقابلش بودی، همون و ما خانمه. 2 نفریم. غذای کمتر، پناهگاه کمتر. حالا که اینطوری میگی حس میکنم تصمیم اشتباهی رو گرفتم. چادر رو انتخاب میکردی یا منو؟ قطعا چادر. متاسفانه اطلاعاتی که تیجی به دست آورد باعث شد که فقط اعتماد به نفسشون پایین تر بیاد. پناهگاه به اون خوبی قبول نکرد که برگرده اینجا. آخه چجور برادری این کارو میکنه؟ TJ اگه چادر رو قبول میکرد معامله بسته میشد، چون هممون میدونیم پناهگاه فدرا همه هم چیزه. تو کمپ دخترها به تنهایی جور همه رو میکشید. اون موفق شد چادر جدیدش رو چند ساعته برپا اینو کنه. ببینید، عالیه. اگه یه وقت براتون سوال شد که این تو دقیقاً چه حالی دارم، اینجا عالی خنکه، بدون پشاس و انقدر بزرگه نمیدونم باهاش چیکار در کنم. حالی که مزیت رقابتی فدرا پناهگاهش بود، مزیت رقابتی پسرا این بود که با همدیگه برای $500,000 تلاش میکنن. شاید چادر رو داشته باشی اما تنهایی. ما تو کمپ پسرا هنوز 2 نفریم، پس هیچ وقت تنها نمیشیم و تا قبل چالش سوم حتما انصراف میدیم. حتما داداش. بودن کنار جولیا لذت بخش بود. تعامل با چنین انسان دوست داشتنی حقیقتا لوسم فقط کرد. پیش هم بودن برای ادامه دادن این چالش کافی نبود. داریم میریم شکار. اینجاست که پاتریک کشنده میاد. باید غذا پیدا و کنیم. مثل اینکه خروج از پناهگاه براشون اینم موفقیت از آمیز این. بود. اینم از لاک پشت گازگی. پسرا در حال جمع جور کردن خودشون بودن، ولی وضعیت فدرا کمی غم انگیز بود. دلم تنگ شده برای تماس فیزیکی با مردم، برای بغل کردن آدما یا چیزای کوچیک مثل دست دادن یا زدن قدش. نمیدونم.
یه حال غریبی دارم. اینجا بود که فدرا از تنهایی علنا شروع به حرف زدن با خودش کرد، در حالی که رابطه بین پسرها در حال بهتر شدن بود. لعنتی پشمام، اندازه اینو ببین چقدر بزرگه. پسر 167 سانتی متر میشه نه؟ ببخشید 198 سانتی متر. الان خیلی برای روز چالش هیجان دارم. امیدوارم فقط بریم و ببریم. میخوام برم پیش خانواده‌ام. فقط میخوام که این چالش تموم شه. حالا که رفاقت تیجی و پاتریک قوی تر از همیشه است، من میدونم تو روز 30 چجوری امتحانشون کنم. شما میخواین نماینده بشی؟ دلم میخواست از یکی بپرسم ولی متاسفانه کسی جز من نیست. خودم خودجوش کاپیتانم. چالش اول تو نماینده بودی و بعدیشم تو. برای چالش سوم کی نماینده میشه؟ پاتریک. پشت سر. بزن بریم. برو برنده شو پسر. برو. این بار به جای گلدون این وسط یه خط کشیدیم. بعد کلی وقت دارین همو میبینید. راستش خیلی غافلگیر شدم که تو رو اینجا دیدم. آره. خب آماده یه چالش هستید؟ آره. بله قربان. قضیه از این قراره. ما خانوادگی تمام افرادی که هنوز تو چالش هستن آوردیم اینجا و اونا اون طرف جنگلن و شما میتونید انتخاب کنید که یا خودتون خانواده‌تون رو ببینید یا بقیه اعضای گروهتون خانواده‌شون رو ببینن. میدونی یه پسر دارم که دوست دارم ببینمش. پس من خودم رو انتخاب میکنم. فدرا میخواست پاتریک رو گول بزنه که نفهمه اون تنها فرد باقی مونده است. تو چی؟ خودتو انتخاب میکنی یا بچه های گروهتو؟ باید بچه‌هامو ببینم. منم خودم رو انتخاب میکنم. خیلی خوب، تصمیم گرفته شد. هلیکوپترها رو بیارید تا بچه‌ها بتونن خانواده‌شون رو ببینن. عزیز دلم خیلی خوشحالم که میبینمه. دلم برات تنگ شده بود. بگو چالشه مستر 20. بزن بریم. چقدر تو خوشگلی. دلم برای مامان و پسرم خیلی تنگ شده بود. من به خاطر خانواده‌ام اومدم اینجا ولی الان اونا هم اینجا. حالا انرژی دوباره گرفتم. دلم براشون تنگ میشه ولی 10 روز دیگه میبینمشون. خدایی بعد از 30 روز خانوادت رو ببینی یه امید و انرژی بهت میده که بتونی چالش رو ادامه بدی. یعنی قشنگ روحیه رو پر میکنه، چون این چالش فقط بدنی نیست، از لحاظ روانی هم خیلی مهمه. تنگ میشه ولی 10 روز دیگه میبینمشون. فقط اینجا نشستم و دارم قصه میخورم. امروز حالم عالی نبود. یکم وقت داشتم تا روی چالش آخر فکر کنم. خیلی قدردان این تجربه و اومدنش هستم، اما بعد از دیدن پسرم واقعا میخوام برم خونه. من اجام تکون نمیخورم. وقتی پت خانواده شدید یکم نگران بودم. واسه چالش 4 کاملا آمادم. اما یه انگیزه‌ای درش به وجود آورد که من این بازی رو میبرم. من با اعتمادم به بقیه به اینجا رسیدم. این کاملا ثابت میکنه که چقدر یه رفاقت خوب و قوی در مقایسه با تنهایی کار کردن میتونه به آدم کمک کنه. با اینکه داشتن یه رفیق کنارت خیلی خوبه، ولی خب تنهایی هم مزایای خودش شده. اصلا نمیدونم بتونم همه اینا رو بخورم یا نه. واقعا بیشتر از توان خوردنم غذا دارم. کمپ آقایون من جایی نمیرم. پس انگار مبارزه اصلی سر آذوقه بیشتر یا داشتن یک همراهه. البته تا قبل از اینکه هوا تاریک بشه و تو کمپ آقایون یه مهمون ناخونده بیاد. ببینم اون چی بود؟ تکون نخور. یه چیزی اونجاست. یا خدا. هنوز هست. صبح روز بعد تیجی رفت بررسی کنه تا ببینه دیشب چه صدایی می اومد. آره قطعاً مال پنجه خرسه. دوربینای ما تایید میکنن که یه خرس بزرگ درست اومده بود کنار پناهگاه آقایون. مطمئنن این اتفاق هر آدمی رو میترسونه. دیشب یه خرس اومد توی کمپ. عالیه. با اینکه دیروز پاتریک مطمئن بود میخواد چالش رو ادامه بده، من از اینجا تکون نمیخورم. حادثه دیشب ممکنه نظرش رو عوض کنه. من خانواده‌مو میخوام. زندگیم بیرون رو دوست ندارم. یهویی بهم الهام شد که اگه میمردم چی میشد. من یه دیجی ام. هی تیجی، باید در مورد یه چیزی حرف بزنیم. باشه بگو چی شده. من با تیجی حرف زدم و بهش گفتم اگه من برم جیره بندی منطقی تر میشه تا تیجی بتونه این چالش رو تموم کنه. این که اون گفت به هم اعتماد داره و بعد میخواد بره خیلی چیز بزرگیه. برای این مشکلی براش پیش نمیاد. لطفاً بذار بیسیمو بردارم. من پاتریکم، از کمپ آقایون. از مسابقه خارج میشم. خیلی خوب دارم میام. و از اونجایی که لوگان پال و کیسایی هم پیشم بودن اونم همراه میان. بسا چقدر اینجا خوشگله. اگه قراره تو حیاط وحش بمونی چنین فضایی رو باید انتخاب کنی. چطور این همه چیز میدونی؟ چیه؟ چته؟ چیزی نبود فکر کنم پشه بود. ای وای.
پاتریک تو گفتی میخوای از چالش بری بیرون؟ آره میخوام هرچی غذا مونده رو بذارم واسه این. میشه ببینم چقدر غذا براتون مونده؟ آره من بارمونو ببین. حالا که اون داره میره به نظرت این غذا تا کی برات میمونن؟ منو تا روز 60 و چالش 6 میبره خیلی راحت. به نظر دخترها چقدر غذا دارن؟ تا چالش 5 تموم میشه قطعا. اون الانش هم 13 روز تنها بوده. من تازه میخوام شروع کنم پس دست بالا رو دارم. من دیگه تنها. حالا که توی هر دو گروه فقط یه نفر مونده دیگه به تیجی و فدرا بستگی داره که بتونن با انزوا مبارزه کنن و برای گروهشون $500,000 ببرن. در حالی که تیجی برای جبران آذوقش مشغول شکار بود، چیکمو نگاه. فدرا شکار میکرد تا حیوان خونگی نگه داره. شایرلی پرنسس کوچولو. و هیچ کدوم هم بهشون نمیخورد که بخوان تسلیم بشن. هر دو نفر تا روز 40 رسیدن که توش قراره یه چالش جدید انجام بدیم. سلامی دوباره 10 روز گذشته. سلام. دختر عالیه که انقدر زمان و تنهایی گذروندی، اما به شکل منطقی برنامه‌ت برای شکست دادنم چیه؟ چون ما جیره کافی تا 80 روز دیگر رو داریم. تو خونه مسئولیتی ندارم و تازه تو کمپ هم بهمون خوش میگذره. حوصله‌ام سر رفته. نمیخوام خیال بافی کنم و بگم آره 90 روز دیگه دارم و فلان چیزو دارم و چون وقتی مغرور میشی. اما تو 20 یا 30 روز بازم میخوای اینجا باشی؟ پس لینکن چی میشه؟ به نظرم نباید اسم بچه بقیه رو به عنوان پاشنه آشیل استفاده کنن. هر کاری برای پیروزی انجام میدم. عجب وضعیتی. بابا این پسره از همشون شوت‌تر بود. هر چقدر دخترها حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی رفتن جلو، پسرا فله‌ای و بریم ببینیم خدا چی میخواد. نه. هر کاری برای پیروزی انجام میدم. عجب وضعیتی. لحظه رفتار تو تصمیم من در این که بخوام بمونم یا برم هیچ تأثیری نداره. همچنین. خب بریم سراغ چالش روز 40. ما یه سری وسیله کمکی بهتون پیشنهاد میدیم. اگه میخواینش باید روی تخته بنویسید که میخوامش. اما اگه هر دوتون بخواینش اون وسیله گیره هیچ کدومتون نمیاد. در واقع باید اون یکی رو قانع کنید که بذاره شما وسیله رو نگه دارید. به عنوان اولین وسیله ما یه قلاب ماهیگیری داریم با یه عالمه تومه. اگه بی خیال این یکیشی تضمینی نیست که آیتم بعدی گیرتون بیاد. جفتشون گفتن میخوایمه. شروع خوبی نبود. آیتم بعدیمون دستمال مرطوباییه که اسپانسر ویدیوی امروزه. این دستمال مرطوبا 99% از آب و چیزای گیاهی ساخته شدن. وای خیلی حال میده. خب وقتشه که سر این دستمال مرطوبایی اسپانسری رای بدید. این دستمالا هم برای توالت میتونن استفاده بشن و هم برای دوش گرفتن که مطمئناً خیلی به دردشون میخوره. این نوشته دستمال مرطوب و اون یکی هیچی. تبریک، اینم دستمالای مرطوبت. دود وایبس گرفتم. آیتم بعدی دوباره دستمال مرطوبه چون اسپانسرمونن دیگه. چه میشه که نظرت راجبش چیه؟ داره جواب میده. آره خدایی خفنه. وقت رای گیریه. تو چیزی نوشتی؟ ننوشته. خب اینم برای تو. اگه شما هم از این دستمال مرطوبا میخواین متاسفانه کاری نمیتونید بکنین چون این دستمالا فقط تو خارجن و ما دوبلش کردیم که به صاحب اثر احترام بذاریم. فقط همین. حالا که تونستن بعد از یه ماه خودشونو تمیز کنن مطمئنا روحیه‌شون بالاتر میره و احتمال بردشون بیشتر میشه. به خاطر استراتژی دخترها که بیشتر افراد گروهشون رو حذف کردن، فدرا به هیچ عنوان لازم نیست نگران آذوقه غذایی باشه. از خودم میپرسم چقدر دیگه کشش دارم و واقعا جوابم اینه که تا وقتی خودم نخوام اینجا رو ترک نمیکنم. با گذر روزا تیجی مطمئن بود که میتونه مسابقه رو ببره. خیلی مطمئنم که تا چالش 5 تموم میشه. اگه فراتر از چالش 5 بره خیلی غافلگیر میشم. همه چیز تو قلبم، روحم، ذهنم میگه تا چالش 5. توی هر گروه فقط یه نفر مونده و هر دوشون در تلاشن که این $500,000 رو برای همه اعضای گروهشون ببرن. اما برنده شدن اونقدر هم بهشون نزدیک نیست. امروز قراره 2 برابر از سهمیه برنجمو بخورم تا فقط مطمئن باشم روز 50 پیروزی محشری داشته حالا روز 50 رسیده و وقتشه که ببینیم آیا امیدهای تیجی به واقعیت تبدیل میشه یا نه. شرکت کننده ها بفرمایید تو. بفرمایید. من روز 50 اونجا نبودم چون متاسفانه توی غار داشت دهنم سرویس میشد. بنابراین به صورت مجازی رفتم اونجا. تو غار بهت خوش میگذره؟ خدای غلط کردم. راستشو بخوای خوش نمیگذره. بچه این ویدیوی 7 روز تو غار رو هم ما دوبله کردیم. میتونید با دوبله ما لینکشو اینجا میذارم برید ببینید. خدای غلط کردم. راستشو بخوای خوش نمیگذره. میخواد یکم با هم حرف بزنید از تنهایی در بیایید؟ باشه. به نظرتون چالش روز 50 چیه؟ اصلا نمیدونم. یه جعبه میبینم که روش نوشته لوازم. واسه روز 50 میخوایم جشن بگیریم و به هر دوتون سرویس شکول بدیم. اما فقط این نیست، یه پیچش داستانی هم داریم. نفری یه بسته با طعمای مختلف میگیرید. این خیلی خوبه. آره این شکلات هم همچنان متاسفانه تو ایران موجود نیستن، ولی خب اگه خارج زندگی میکنید میتونید برید بخرید بخورید حال کنید. همین میتونید برگردید به چادراتون بخورید یا ذخیره.
خیلی خوب، روز 60 میبینمتون. اندازه کافی دور شدن؟ آره. خیلی خوب. چیزی که اونا نمیدونن اینه که ما داخل یکی از شکلات‌ها یه پیام ویژه گذاشتیم. توش نوشته اولین کسی که برگرده اینجا یه کیسه پر از غذا پیدا میکنه. غذا رو به دوربین نشون بده. ببینیم کی اول پیامو پیدا میکنه و غذاها گیرش میاد. چندلر به زودی میبینمت. عاشقتم. وایسا ببینم. چرا نگفتی؟ بیشور نگفت. چالش پنجم. بالاخره فیستبلزامون رو گرفتیم. اینا شکلاتن. شکلات آب میشه، پس باید بهترین راه ذخیره کردنشون رو پیدا کنم. فکر کنم یکی دیگه باز کنم، چون حقیقتا میدونم یکم زیاده رویه، اما جایزمه. یه تیکه بعد از هر غذا میخورم که تا باقی مسابقه برام بمونه. الان سلامت روانم بعد از چالش پنجم خیلی اعتماد به نفس بالا. تیجی بالا بود، ولی انقدر سختگیرانه آسوقه ها رو سهمیه بندی میکرد که یه گاز شکلات رو میخورد. حس میکنم که بهتره شکلاتمو جیره بندی کنم، چون به درد بخورتره. پس میدونم که باید ذخیرش کنم. و همون جوری که گفت تو 3 روز آینده اون حتی یه تیکه شکلات هم نخورد. در نهایت تو روز 57م اون رفت سراغ شکلاتی که با طعم بادوم زمینی. صبر کن ببینم چی شد. یه چیزی اون پشته. اگه اینو میخونی به اندازه 3 روز غذا برای کسی که اولین نفر بیاد براشون داره روی پل هست موفق باشید. جیگر بعدم میام سراغت. بزن بریم. اندازه 3 روز غذا خیلی زیاده. بزن بریم. هنوز ندیدمش. مردا برنده میشن. به نظر زودتر اومده و برشون داشته. فدرا در واقع از تیجی زرنگتر بود، چون 4 روز پیش بود که این اتفاق افتاد. به اندازه 3 روز غذای اضافی. خدای من باورم نمیشه. خدای من این خیلی بهم مزه کرده. لعنتی. فیدرا حتی برای شادی کردنم اینجا نیست. خیلی غمگینم. برای هیچی دویدم. انگار برای هیچی. اگه اینجا. تیجی حواسش رو جمع نکنه ممکنه این احساسات به واقعیت تبدیل بشن، چون فقط یه نفرشون قراره $500,000 رو ببره و اون یکی بعد از روزها توی جنگل بودن قراره دست خالی بره خونه. نمیتونم از اینجا برم چون خیلی کالری میسوزونه و هر روزم ضمانتی نداره. آخرین تخم مرغم استفاده کردم رفت. برام خیلی سخت بوده که اینجا تنها باشم. هر روز سخته و یه جورایی داره روم خیلی تاثیر بدی میذاره. شب 59 فردا جیره بندیم تموم میشه. دارم دعا میکنم جایزه فردا جیره بیشتری باشه. نمیخوام فعلا تسلیم بشم. نوبت چالش روز 60مه. شما تو روز 40م، 50م و 60م هم دیگر رو دیدید که یعنی فقط شما دوتا موندید. اون 3 روز جیره اضافی چطوره؟ میخواستم ازت بپرسم شکلات‌ها چطوره؟ چه حسی داری؟ 10 روز دیگه کشش داری؟ آره 10 روز دیگه میکشم. چالش روز 60م یه چیز ساده است. هر دوتون چیزی که نیاز دارید رو اینجا مینویسید و اگه هر دوتون آیتمای همدیگه رو تایید کنید هر دوتون آیتما رو میگیرید. اما اگه یه نفر تایید نکنه گیره هیچ کدوم چیزی نمیاد. اگه یه چیز بزرگ بنویسی احتمالاً میگه نه، ولی اگه یه چیز کوچیک بنویسی شاید موافقت کنه. چیزی که می‌خواستی نوشتی؟ بله. تو هم چیزی که می‌خواستی نوشتی؟ آره. خب 3 2 1 نشون بدید. فیدرا وسایل هنری میخواد و تیجی یه آشپز شخصی میخواد که روزی 2 وعده غذا بپزه براش و همه چی هم داشته باشه. شما چیزی که ایشون خواسته رو قبول میکنی؟ آره. تیجی قبول کرد که عالی. وسایل هنری گیرت بیاد. فوق‌العاده بود. و آیا شما قبول میکنین که ایشون یه آشپز اختصاصی داشته باشه واسه 7 روز و روزی 2 وعده هم غذا بخوره؟ فردا قطعاً جیرم تموم میشه. وای پسر، دوست داشتم تایید کنم اما باید بگم نه. چی؟ پسری اسکل حتی نمیگه به اندازه یه هفته غذا میخوام، میگه آشپز اختصاصی میخوام. خب معلومه که قبول نمیکنه. اسکل دیگه هیچی هم نداری بخوری؟ قشنگ باختی، تموم شد رفت. وای پسر، دوست داشتم تایید کنم اما باید بگم نه. چی؟ زیادی جوگیر شدی داشت. اینم از روز 60م. اگه بخواید میتونید با هم صحبت کنید. تو 10 روز بعدی موفق باشی. روز 70م میبینمه. آره خدافظ. خدافظ. برای من جنبه های فیزیکی اینجا مشکلی ندارم، مسائل روانی مهمن. این نقشم نگرفت. بار امید رویای همه رو دوشمه. فکر کنم باید بذارمش زمین. کار من نبود. بدجوری میخوام برم خونه، دیگه خیلی اینجا موندم. همین الان یه نفر با من تماس گرفت و گفت میخواد بره خونه. کسی که میخواد بره الان توی این ماشین. همه اعضای گروه ها رو بیارید. الان همگی میفهمن که کدوم گروه $500,000 رو برده. آیا گروه آقایونه یا گروه خانوما؟ شرکت کننده ای که کم آورد الان خودشون نشون میده.
پسرا باختن و دخترا بردن. واقعیتش دلم نیامد دست خالی بفرستمتون خونه. بهتون نفری $10,000 میدیم چون کلی زحمت کشیدید. فدرا هنوز تو کمپ دختراست و نمیدونه بازی و برنده شده. فدرا خونه ای؟ خونه هم برگشتی؟ آره میشه دنبالم بیای؟ من یه چیزی پیدا کردم نمیدونستم مال توی یا نه. راست میگی؟ هار دروغ گفتم، تو مسابقه رو بردی. خیلی دلم تنگ شده بود، هر روز بهتون فکر میکردم ولی تو تسلیم نشدی، موفق شدی. بهتر همه دختران نفری $100,000 گیرشون میاد. پسرا ایشالله دفعه بعدی. خب رفقا مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. امیدوارم لذت برده باشید. لطفاً اون موضوعی که اول ویدیو گفتم یادتون نره. لطفاً برید متنی که زیر این ویدیو هست و واسه مستر بیست کامنت کنید تا جایی که میتونید تا بتونیم توجهش رو جلب کنیم و به صورت رسمی هم باهاش همکاری کنیم. اگه بشه خیلی خوب میشه. دمتون گرم و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.